آیدی مخلصان خود این خیلی و خیلی مهم است. میشد ما کوشش خواهیم کرد تا مضبوط در زمینه جدول خیلی و خیلی مهم است. توجه میکنیم به هیئت منتخب تاجیکستان پنجگانه چهارگانه که انتخاب میکند پیرو وایدوف برای میدان وارد نمودن. هیئت دسته ما باز بهتر بازی کند چون فوتبال و فوتزال باشد چین فلسطین و هندوستان را بازیشون خیلی جالب بود. اینجا ضربه به طرف دروازه بازم فیضل کروزم اولین بار در بازی به میدان وارد شد. ضربه نوبتی فیضل سردارов حرکت‌های به خط هجوم توسط کنار ادامه دارند. خیلی خوب ضربه به طرف دروازه و خیلی خوب خیلی عالی و اگر هجوم نوبتی میان ما این خوفناک در نیمه دوم همین است. توجه میکنیم به هجوم خیلی خوب ضربه به طرف دروازه اجرا میگردد. بهترین وضعیت پاس به کنار نکروز علی محمدوف بهترین وضعیت گل زدن را فراهم آورد برای محمد. تیر دروازه رسیدند. ضربه های واقعا نشان است و اکنون گل دوستان ارجمند. فیضل سردارov کاری خود را کرد. مؤلف عزیز باشد فیروز بکمرادوف می شود دروازه‌بان. پیرو وایدوف نه به خاطر آن بودند که باید به قصد نگاه داشتن حساب رقابت بازیگزاری کرده شود. وضعیت نفتی خوفناک حساب رقابت 2-0. ادریس یارov مؤلف گل میگردد ولی او برای این مؤلف گل ادریس یارov می شود. متوجه میشویم ولی در همین جای گرفتیم توپ را گرفتیم به حمله می رویم. ضربه به طرف دروازه و گل. کامران علیف به خطا این حالت را با گل انجام داد. اکنون 0 شادی و نشاط مخلصان را حد و کنار نیست. میتوانیم بار دیگر متوجه شد پنالتی جزا داده میشوند. پس با کنار اینجا دروازه چنین هستند. ضربه به طرف دروازه اجرا میگردد. کامران علیف میتوانست دوبل کند. تایلند، ژاپن، ایران و ازبکستان اینها در سبد یکم هستند. تاجیکستان، اندونزی. ضربه نوبتی اینجا فیروز بکمرادوف ضربه شو اجرا نماید و همین طور دوستان ارجمند بازی با انجام میرسد. دوستان عزیز بازی پس از 3 غلبه دوستان ارجمند در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا دسته فوتزال تاجیکستان با مرحله فینال چمپیونات آسیا روی خود را هموار میکند.